به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز با برنامه دیگر از صدای ورزش در خدمت شما هستیم. امروز موضوعات مختلفی رو برای شما آماده کردیم. امیدوارم مورد رضایت شما واقع بشه. با هم میریم اولین بخش از برنامه رو ببینیم تا در خدمت اولین مهمان برنامه امشب ما باشیم. با هم بریم این گزارش رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم. بلندقامتان کشورمون در این مسابقات 9 پیروزی کسب کردند و بدون شکست برای سومین بار قهرمان آسیا شدند. یه احساس واقعا میگم یه احساس خیلی خوشایند که تمام زحماتی که حالا تو این اردوهای 3 ماهی که به کنار تمام این سال‌ها که آدم گذاشته وقتی به ثمر میشه یه بار خیلی بزرگی از دوش آدم برداشته میشه. سخت‌ترین دور مسابقه‌ای بود که ما رفته بودیم، چون همونجوری که دیدیم بازی فینال با اون جمعیت با اون تماشاچی واقعا فشار زیادی ما بود. عامل موفقیت تیم ایران به نظر من همدلی بچه‌ها، روحیه خوب، همه بچه‌ها تمام تلاش می‌کردن، چه کسی که فیکس میرفت، چه کسی که از روی نیمکت میرفت، چه کسی که اصلا پشت تیم بود از دور به ما کمک کرد. واقعا همه تمام تلاش می‌کردن. آقا چقدر برای این مدال زحمت کشیدین؟ خب تنها من نکشیدم، یه ملت گمون کنم زحمت کشیده بود و اینکه به قول معروف بچه‌ها تمرینات 3 ماهمون که خب شبانه روزانه بود خدا رو شکر که جوابش گرفت. بیشتر از هر کسی این مادرها هستن که به بچه‌هاشون افتخار میکنن. اینم مادر حامد که به خاطر داشتن این پهلوون بهش افتخار میکنه. پهلوونی که ارزشمندترین بازیکن مسابقات شد. من با کمک بچه‌ها تونستم MVP بشم و بچه‌ها من کمک کردن. مهدی با اون پاسای قشنگش، سنا با اون پاسای قشنگش و اوشین با اون کارهای قشنگی که ازش کمک کرد من تونستم بهترین بازیکن بشم. این هم ساهاکیان متواضع که بهترین بازیکن پست خودش شد. عاملش برمیگرده به همکاری و انسجام تیمیمون. ما واقعا همه بچه‌ها تو این سهم دارن. تیم ملی بسکتبال کشورمون با قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برای دومین بار به رقابت‌های جهانی راه پیدا کرده. از 2 ماه مونده به مسابقات جهانی تمرینات تیم ملی رو آغاز می‌کنیم. هدف ما صعود از مرحله مقدماتی مسابقات جهانی 2014 اسپانیا است. حرفی باید گفتم واقعا از نظر اینکه بتونیم تیم‌های بزرگ رو اونجا شکست بدیم خیلی زیاد. همونطور که دیدید تیم ملی بسکتبال کشورمون تونست در مسابقات کاپ آسیا عنوان قهرمانی این دور از رقابت‌ها رو مجدداً تکرار بکنه و خب بیشک همه شما میدونید که این قسمت از برنامه‌مون اختصاص داره به بسکتبال و جامعه بسکتبال و طرفداران بسکتبال در ایران بیشمار هستند و قطعاً تیم ملی بسکتبال کشورمون در مسابقات جهانی اسپانیا یکی از تیم‌های حاضر و نماینده آسیا خواهد بود. به همین خاطر ما امروز یک مهمان ویژه و یک کسی داریم که واقعاً از افتخارات و از نبوغ بسکتبال ایران هست، افتخار بسکتبال ایران هست. آقای سعید ارمغانی یکی از بهترین بازیکنان دوران خودش در ایران بوده. ایشون از سال 83 تا 1991 یکی از بهترین بازیکنان ایران در بسکتبال بوده. بعد از اون به جرگه مربیان پیوسته و ایشون اولین لیژیونر بسکتبال ایران هم بوده که به اروپا نقل مکان کردن و در کنار این موضوعات هم ایشون توانستن افتخارات زیادی در عرصه مربیگری هم به دست بیارن. سرمربی تیم ملی ایران و همچنین مربی تیم ملی بارسلونا و در باشگاه‌های مختلف مجارستان تونستن اثرات خوبی به جا بذارن. در ایران هم در رده‌های مختلف مربیگری کردن. افتخارات ایشون انقدر زیاد هست اگر من واقعا 1 ساعت در مورد ایشون صحبت بکنم بازم کم میارم. میریم به مجارستان و خدمت آقای سعید ارمغانی. آقای ارمغانی خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمت شما هستیم. امیدوارم بتونیم برنامه خوب در خدمت شما باشیم و خیلی خوشحالم که در خدمت یکی از بزرگان ورزش بسکتبال و از کسی هستید که واقعا همه در ایران به این افتخار شما و به این که شما تونستید دیسیپلین خاصی در بسکتبال ما ایجاد بکنید و به عنوان سفیر خوبی در بسکتبال ایران در اروپا بدرخشید. خیلی خوشحال هستیم که امشب در خدمت شما هستیم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون رها و خیلی خیلی ممنون هستم که این تعریف‌ها از من کردین. البته من فکر می‌کنم که الحمدلله بسکتبال ایران افتخارات خیلی بزرگی رو در این چند سال اخیر به دست آورده و
خیلی زحمت‌های زیادی و نه تنها من بلکه بقیه همکاران عزیزم در ایران کشیدن و بسکتبال ایران رو تونستن به این حد که واقعا باعث افتخار همه ما هست برسونن. من در خدمتتون هستم. خدمتتون هستیم. بریم به سراغ همونطور که شاهدش هستیم مسابقات کاپ آسیا. تیم ما برای دومین دوره در این دوره از رقابت‌ها تونست به مقام قهرمانی برسه، اما خب چند تا سوال وجود داره. خب ما تونستیم آقای مشایخی، آقای یخچالی هم در این دوره از رقابت‌ها خب همه یعنی واقعا تونستن خوب ظاهر بشن، اما در کنارش ما می‌بینیم که آقای حدادی بدون تمرین در این دوره از رقابت‌ها حاضر شد و حتی گارد رأس خیلی خوبی هم نداشتیم. خیلی انتقاد به این زمینه داشت. اصلا کلا حضور ما در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا رو در این دوره از رقابت‌ها شما به چه صورت دیدید؟ والا من فکر میکنم که البته پتانسیل بسکتبال ایران و تیم ملی در حال حاضر خیلی بالاتر از اینهایی هستش که به اصطلاح در کاپ آسیا شرکت کردن، ولی به هر حال با برنامه‌ریزی‌ای که فدراسیون بسکتبال داشته و با مسابقاتی که در پیش دارن، سرمربی تیم ملی ایران اینجوری تشخیص داده که شاید بهتر باشه که به بازیکن‌های اصلیش یه مقداری استراحت بیشتری بده که اینها بتونن برای مسابقات جام جهانی و به هر حال برای مسابقات قهرمانی آسیا فرشتر باشن و آماده تر باشن که بتونن اونجا به هر حال که خیلی مهمتر هستش بهتر ظاهر بشن و بتونن خودشون رو فرش نگه دارن. این من فکر کنم یکی از دلایلی بوده که تیم ایران با تمام قوا در این مسابقات شرکت نکرده، ولی خب همونطور که شما هم فرمودین با همین تیمی هم که الان ظاهر شده و با جوانای خیلی خوبی هم که توی تیم ملی هستن موفق شدن که به هر حال اینجوری هم قهرمان کاپ آسیا بشن و با قدرت کامل نشون بدن که تیم ایران یه تیم خیلی خوبی و مطرحی توی آسیا هست. با هم بریم چون بحث جام جهانی هم نزدیک هست. یه گزارشی آماده هست از حضور ایران در مسابقات جام جهانی اسپانیا. با هم می‌بینیم این گزارش رو، برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. در خدمت. فدراسیون بسکتبال این گزارش رو برای همه تیم‌ها آماده کرده بود. آقای ارمغانی، ما در شهر گراندا با تیم‌های برزیل، مصر، فرانسه، صربستان و اسپانیا در گروه این رقابت‌ها قرار داریم و خب رقابت‌ها خیلی هم فشرده است، هم گل سرسبده. اصلا مسابقات جهانی دیگه همه مشخص هست که در این دوره از رقابت‌ها همه میان با بهتریناشون حاضر میشن. شما شرایط تیم ملیمون با توجه به مسابقات کاپ آسیا و لیگی که داشتیم، مثلا شرایط ما رو و با مربی که در حال حاضر در استخدام فدراسیون بسکتبال هست و برنامه‌ریزی که در بلند مدت انجام شده بود، شما شرایط تیم ملی بسکتبالمون رو چجوری می‌بینی برای این مسابقات؟ والا بیشک باید گفتش که این گروهی که تیم ایران درش قرار گرفته قوی ترین گروهی هستش که در مسابقات جام جهانی اسپانیا وجود داره و فوق العاده من فکر میکنم که کار تیم ملی ایران سخت باشه اگر که بخواد که به مرحله بعدی راه پیدا بکنه و توی گروه خودش به اصطلاح حداقل مقام چهارم به دست بیاره. این به هر حال من فکر میکنم که همین که تیم ملی ایران خودشو به اصطلاح کوالیفاید کرد برای شرکت در مسابقات جام جهانی و در این مسابقات به هر حال با این همگروه شدن تیم‌های قوی اگر بتونه که بازی‌های خیلی خوبی رو نمایش بذاره و بتونه، من فکر می‌کنم که تیمی که میشه احتمال داد که تیم ایران بتونه شکستش بده تیم مصر خواهد بود و باید امیدوار بود که شاید مثلا یکی از تیم‌های صربستان یا حتی برزیل بتونه مثلا در شرایط خاصی در مقابل ایران ظاهر بشه
و شاید ایران بتونه به اصطلاح اون تیم رو شکست بده و بره جزو به مرحله بعد و بره جزو 16 تا و بخواد در مرحله 1/8 شرکت بکنه. ولی بله ما بازیکنان زیادی خب تجربه زیادی داشتن در لیگ‌های مختلف دنیا. این تجربه چقدر میتونه موثر باشه در مسابقات جهانی؟ مسلماً بازیکن‌های با تجربه ما بازیکن‌های خیلی خوبی هستن، بازیکن‌های خیلی قابلی هستن و به هر حال اینها در سطح مثلا خدمت شما عرض کنم که خود آقای نیکای بهرامی توی فرانسه بازی کردن، میدونن. حامد حدادی توی NBA بازی کرده، میدونه. توی چین بازی کردن. اینا بازیکنایی هستن که تجربه بین‌المللی دارن. ولی خب اغلب بازیکن‌های ما با وجود اینکه من فکر می‌کنم بازیکن‌های خیلی با استعداد و خیلی خوبی هستن و واقعاً به اصطلاح یک روح تازه‌ای به بسکتبال ایران دادن، به اون شکل به اصطلاح تجربه شرکت در مسابقات بین‌المللی رو ندارن. مثلا فرض کنید که ما سالی یک بار در مسابقات قهرمانی آسیا یا در مسابقات باشگاه آسیا یا در جام جهانی هر 4 سال یک بار، در المپیک هر 4 سال یک بار بتونیم شرکت بکنیم. ولی اگر که شما بازیکن‌های تیم‌های دیگر رو که توی تیم‌های فرانسه، توی تیم‌های اسپانیا، توی تیم خود برزیل، تیم صربستان بازی می‌کنن، این بازیکن‌هایی هستن که در طول سال و نه تنها یک سال بلکه 10 سال 12 سال در به اصطلاح تیم‌های بین‌المللی، تیم‌های اروپایی بازی می‌کنن، توی NBA بازی می‌کنن و مسلماً اینا تجربه کاریشون و به اصطلاح و تجربه بسکتبالشون در شرکت در مسابقات بین‌المللیشون خیلی بیشتر از ماست. به نظر من آقای ارمغانی تجربیات حضرت علی و دوستانی که خب در بسکتبال اروپا خیلی فعال هستید و اکتیو هستید و به صورت دانشگاهی و به صورت خیلی حرفه‌ای دنبال میکنید، میتونه خیلی به بسکتبال ما و تیم ملی ما در مسابقات جهانی کمک بکنه. چقدر فدراسیون بسکتبال ما از تجربیات شما یا به عنوان آنالیزور یا مشاوره از شما بگیره استفاده کردن از این قضیه که بتونید به تیم ملی کشورمون بیشتر کمک بکنیم؟ والا از بنده که نه خیر. منتها من فکر میکنم که توی ایران بسیار مربیای خیلی خوبی داریم، مربیایی داریم که واقعا با علم روز بسکتبال آشنا هستن و دارن کار میکنن و به هر حال به پیشرفت بسکتبال ایران کمک میکنن در سطح باشگاه‌ها و من فکر میکنم که باید بیشتر از اونا استفاده میشد. من یه مطلبی خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که من به هر حال از وقتی که فدراسیون جناب آقای معشون 13 ساله دارن با به اصطلاح توی ایران کار میکنن و موفقیت‌های بسیار بزرگی برای بسکتبال ایران به دست آوردن، در طی این 13 سال به طور کامل همیشه مربیان تیم ملی ایران، تیم ملی بزرگسال خارجی بودن. به غیر از همون به اصطلاح اولین باری که ایشون رئیس فدراسیون بسکتبال شدن، دو مربی ایرانی رو بردن و بعد دیگه از اون به بعد مربیای خارجی دارن کار تیم ملی ما رو جلو میبرن و گروهی از اون مربی‌ها خیلی هم کارشون خوب بوده، خیلی هم کار فنی خوبی داشتن، از جمله خود آقای بچیروویچ که الان مربی تیم ملی هستن و کارشون فوق‌العاده خوبه. منتها من فکر میکنم که اینجا یه مقداری شاید به مربیای با علم و با تجربه ایرانی کم لطفی شده و شاید من فکر میکنم که حداقل در مسابقات جام جهانی که به هر حال یه تجربه خیلی خیلی خوبی میتونه باشه برای مربیای ایرانی، اگر ما میتونستیم که یک سرمربی ایرانی برای تیممون داشته باشیم و با همکاراش میتونستن، من اعتقاد به این دارم که میتونستن یه خیلی خوب تیم و علاوه فنی آماده بکنن و جام جهانی ببرن، من فکر میکنم خیلی بهتر بود و خیلی بهتر هدف بسکتبال کشور ما رو میکرد و پیشرفت میکرد. آقای ارمغانی کاملا درست میفرمایید و قطعا مسابقات جام جهانی میتونه یک کلاس آموزشی و آکادمیک باشه و امیدوارم که جناب محشون و مسئولان فدراسیون بسکتبال بتونه از هیئت‌ها، از شهرستان، باشگاه‌ها این زمینه رو فراهم بکنن، به هر عنوانی که اسمشو بذارن مربیانی که در زمینه‌های پایه خصوصا کار میکنن بیان از این مسابقات دیدن بکنن و یک کلاس کاری خوبی میتونه باشه. اما سوال بعدی این هست که آقای ارمغانی
خب ما در خیلی از رشته‌ها در زمینه پایه و حتی لیگ‌های منظم باعث شده که ما بتونیم تیم ملی خوبی داشته باشیم و خیلی هم اعتقاد دارن که بحث لیگ بسکتبال ما خیلی طولانی میشه و باعث آسیب دیدگی بازیکنان خوب ما شده. ما می‌بینیم که کاپیتان تیم ملی ما همکنون آسیب دیده است و خیلی ها میترسن که این در جام جهانی آسیب به تیم ما بزنه، یا آقای حدادی و دیگران. شما به نظر شما برنامه‌ریزی لیگ ما آیا واقعا درست هست یا نیاز به اصلاح داره؟ خیلی ها اعتقاد دارن که این بحث لیگ ما نسبت به لیگ‌های معتبر دنیا از یک حالت خاصی برخورداره. نظر شما چیه در این خصوص؟ دقیقاً با حرف شما موافقم. از یک طرف موافقم که لیگ ما میتونه خیلی بهتر از این برگزار بشه، ولی من به مدت طولانی بودن لیگ نه تنها اعتقاد ندارم، بلکه اعتقاد دارم که لیگ ما لیگ کوتاهیه. یعنی شما اگر که توی تمام اروپا یا توی امریکا توی NBA ببینین، یک لیگ 9.5 ماه 10 ماه مسابقه دارن و بازی میکنن. لیگ ما خیلی طول بکشه 6 ماه بیشتر طول نمیکشه و شما کاملا مشخصه وقتی میبینین که لیگ وقتی تموم میشه، مثلا فرض فرمایید که توی اسفند ماه یا توی فروردین ماه، حالا فرق میکنه بعضی وقتا ولی اغلب توی اسفند ماه قبل از عید تموم میشه، ما برای 6 ماه 7 ماه بازی‌های به اصطلاح باشگاه‌های ما کاملا میرن در خوابیدن و هیچ کاری انجام نمیدن و حتی تمرین هم نمیذارن برای بازیکناشون. بازیکنایی که به تیم ملی دعوت میشن در تیم ملی به هر حال فعالیت میکنن، ولی بقیه بازیکن‌ها ببینید شما ما 12 تا یا حد اکثر بگیم 20 تا 25 تا بازیکن تیم ملی داریم که در اردوی تیم ملی کار میکنن و خودشون آماده میکنن، ولی بسکتبال یک کشور نمیشه تنها به این 24 نفر یا 30 نفر به اصطلاح بست کارو و بگیم که فقط این 30 نفر 6 ماه کار میکنن، بقیه بسکتبال ایران میره میخوابه و به هر حال بعد از 6 ماه دوباره همه کارا باید از اول شروع کنه. من خودم به عنوان یک کسی که بحث بسکتبال رو دوست دارم و دنبال میکنم، همیشه انتقاد خودم به آقای مشون بوده. البته ایشون اعتقاد فکریشون این هست که میخوان بازیکن‌ها بیشتر درگیر مسابقات باشن، در صورتی که ما به بحث پای لیگ‌های مختلفمون ما لیگ 1 داریم، لیگ 2 داریم و حتی مسابقات مختلف نوجوانان، جوانان، بزرگسالان داریم. یعنی قطعاً اگر میخواد باید تو زمینه‌های پایه هی بازیکن‌ها باید همه درگیر باشن، چون به تنهایی لیگ نمیتونه موثر باشه برای تیم ملی. اما آیه ارمغانی یک گزارشی داریم با هم میریم ببینیم. این روزها بحث غزه ما هم محکوم میکنیم این قضیه. ما اصلا کلا به عنوان ورزشی ها خواهان صلح، دوستی و برادری هستیم. در بازی تیم های لیل و یکی از تیم های اسرائیل که حیفا هست یک بازی انجام شده، در اون طرفداران تیم غزه یا فلسطین به داخل زمین رفتن و یه اتفاقاتی افتاده. با همین گزارش رو میبینیم، برمیگردیم که بحث پایانی و جنبندی موضوع بسکتبال در خدمت شما باشه. با همین گزارش رو ببینیم. و همینطور که می‌بینید این مسابقه دوستانه بین تیم‌های لیل و حیفای اسرائیل هست، در فرانسه هم برگزار شده و می‌بینیم که به چه شکلی داخل زمین شدن و باعث انعکاس جهانی شد. من خودم به شخصه این اصلا کلا بحث سیاست و ورزش رو محکوم میکنم، چون این دو گزینه جدا از همدیگه هستن و قطعا این حرکت زیبایی نیست. اما از یه طرف دیگه هم خب ما خانه این هستیم که مردم فلسطین حق زندگی دارن و امیدوارم این قضیه هم ختمی به خیر بشه، چون ما واقعا در فضای مجازی در خبرها اتفاقات زیادی در همکنون در غزه میفته و وقتی چهره‌های معصوم این کودکان و مردم بیگناه رو میبینه واقعا آدم خب خیلی ناراحت میشه. امیدوارم هم که این قضیه ختمی به خیر بشه و جامعه جهانی دست به دست هم بدن و با توجه به اینکه خب این قضیه تمام بشه به هر صورت. امیدوارم از این صحنه‌های ورزشی نبینیم. خب بی ربط نبود، بازم امیدوارم که از این اتفاقات نیفته و ما هم در برنامه صدای ورزش ابراز همدردی میکنیم با کودکان و مردم بیگناه غزه. این گزارش رو که میبینید مربوط به همین هست. خب داورم میبینید، مربیان اصلا تعجب کردن، مربیان تیم لیل فرانسه، و امیدوارم که این اتفاقات تکرار نشه و به زودی این بحث تموم بشه.
بله آقای ارمغانی، این گزارش رو که دیدیم واقعا آدم خب در این چند روزه اینقدر اتفاقات بدی در غزه افتاده، بی‌نصیب نبود ما هم این گزارش رو دیدیم، هم این که واقعا محکوم میکنیم. دوست داریم که ما ورزشی‌ها دوست داریم همه جا صلح و دوستی و آرامش باشه. اما میخوایم بپردازیم به بحث دیگه ای از بسکتبال. این روزها آقای مشون بعد از 14 سال اتفاقات خب بستری فراهم کرده، واقعا نمیتونیم بی تأثیر باشه حضور ایشون در فدراسیون بسکتبال. شرایط خوبی مهیا کردن، تغییر و تحولی واقعا منشأ خیر بودن برای فدراسیون بسکتبال. اما خب خیلی ها انتقاد هم دارن یک نواخت شدن فدراسیون بسکتبال و مدیریت ایشون. 14 سال ایشون در رأس فدراسیون بودن و خب همونطور که در دنیای بازیگری میگن جای به جوونا بدن، مدیران تازه نفس بیان یک حرکت، یه انقلاب دیگه‌ای در بسکتبال بشه و این رویه رو ادامه بدن. هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. خیلی ها اعتقاد دارن که سعید آذری و دیگران، آقای سررشته‌داری و خیلی ها نام بردی میشن که میخوان برای این فدراسیون بیان. خیلی ها میگن آقای مشون در حال رایزنی هست که دوباره مجددا بمونه. اصلا شما عملکرد اول آقای مشون رو در این مدت چجوری میبینید و نظر شما در مورد اینکه بمونه یا بره چی هست؟ والا خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما فرمودید، من خودم هم اول این مصاحبه به اصطلاح خاطر نشان کردم. من فکر میکنم که واقعا مقامایی که در این 14-15 سال اخیر تیم‌های ملی بسکتبال و تیم‌های باشگاهی بسکتبال ایران آوردن واقعا جای سوال نمیذاره که به هر حال بسکتبال ایران پیشرفت خیلی چشمگیری داشته و خیلی خیلی جلو رفته. اما مطلبی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که من فکر میکنم باسکتبال ایران دیگه الان رفته فراتر از بسکتبال آسیا رفته. ما الان نباید بسکتبال خودمون رو بیایم با تیم‌های لبنان یا با مثلا فرض کنید ژاپن یا چین تایپه یا کره یا کشورهای آسیایی مقایسه بکنیم. ما باید بیایم یک به اصطلاح معیار دیگه‌ای برای خودمون در نظر بگیریم. برای اینکه بسکتبالمون پیشرفت بیشتری داشته باشه و فراتر از اینها بره، ما باید مثلا میگم بیایم بسکتبالمون رو با بسکتبال ترکیه مقایسه بکنیم، ببینیم که بسکتبال ایران که یک کشوریه که از لحاظ صقل‌جیشی، از لحاظ به اصطلاح نژادی، از همه نظر، حتی من فکر میکنم از لحاظ اقتصادی کشور ما فوق‌العاده قوی‌تر باشه، منابع به اصطلاح خیلی قوی‌تری داریم توی ایران. ببینیم که آیا واقعا بسکتبال ایران در مقایسه با بسکتبال ترکیه چه در سطح ورزش بسکتبال پایه، چه در سطح به اصطلاح باشگاه، چه در سطح تیم ملی کجا قرار داره. آیا واقعا ما میتونیم اون راهی که ترکیه و واقعا اونم مثل خود ایران از صفر شروع کرد و اومد به اینجا رسوند که میاد به اصطلاح قهرمان دوم اروپا میشه، 3 تا تیم توی یورولیگ داره، نمیدونم چند تا بازیکن NBA داره، تیماش توی به اصطلاح جام‌های مختلف جهانی و به اصطلاح اروپایی خیلی مقامات خوب میارن. بسکتبال ما نسبت به بسکتبال ترکیه کجاست؟ این من فکر میکنم یه مقایسه خیلی خوبی باشه و عاقلانه میتونه به ما برسونه که آیا ما واقعا کاری برای پیشرفت بسکتبال ایران داریم یا نداریم. و سوای از این که جناب آقای معشوم به هر حال بزرگتر همه ما هستن، خیلی زحمت کشیدن، واقعا خیلی هم بسکتبال ایران پیشرفت دادن، این تجزیه تحلیل اگر انجام بشه به نظر ما میتونیم به این نتیجه برسیم که بسکتبال ایران خیلی جا داره برای پیشرفت. و من اعتقاد دارم که جوانای ایران واقعا جوانای با استعدادی هستن و ما اگر که یک کار سیستماتیک و خوب بتونیم توی فدراسیون بسکتبال ایران، نه تنها در سطح باشگاه، نه تنها در سطح تیم ملی، بلکه در سطح بسکتبال پایه که مهمترین بخش سازنده بسکتبال کشور ما هستش، ما میتونیم که به اصطلاح مقیاس خودمون رو دیگه چین قرار ندیم، مقیاس خودمون رو دیگه به اصطلاح چین تایپه و کره جنوبی یا ژاپن یا لبنان قرار ندیم. ما بیایم برای اینکه یه پله جلوتر بریم یا 2 پله جلوتر بریم خودمون رو با ترکیه مقایسه کنیم. قطعاً آقای ارمغانی این خیلی
کاملا درست میفرمایید و خب ما هم همینو میگیم. ما میگیم که آقای مشون و کسانی که اصلا در جامعه ورزش به خصوص بسکتبال دارای منشأ خیر و برکت بودن و تونستن از لحاظ مدیریت یه تحولی در اون رشته ایجاد بکنن، اینا به عنوان کسانی که در بحث مدیریت یا مثل پیشکسوت‌ها بهشون احترام گذاشته بشه، از مشاوره و ایده اونا بازم استفاده بکنن. اما از لحاظ کار اجرایی واقعا نیاز به این داره که یه تحول خوبی ایجاد بشه و همونطور که شما فرمودی امیدوارم که ما در مسابقات جام جهانی نتیجه خوبی بگیریم. ما پتانسیل‌های بسیار خوبی داریم و همونطور که شما فرمودید امیدوارم که ما در مسابقات جهانی در لیگمون در زیربنای بسکتبالمون روز به روز پیشرفت بکنیم. اما سوال پایانیم این هست که آقای ارمغانی خودتون در سطح اروپا هم اکنون چیکار میکنید؟ خیلی علاقمندان دوست دارن که بدونن چه فعالیتی میکنید. اگر برای ما هم بگید بینندگانم در جریان بگیرن و بسکتبالیستای خوب ایران و علاقمندان به این رشته هم بدون آقای ارمغانی هم اکنون در چه حالی هستن. حالا خدمت شما عرض کنم که من در یک آکادمی بسکتبال مدیر فنی آکادمی بسکتبال واشاش هستم که اولین آکادمی آفیشیال به اصطلاح مجارستان هستش و به هر حال به خاطر نتایج و بازیکنایی که به هر حال در سنین مختلف ما ساختیم و پرورش دادیم الان بهترین آکادمی به اصطلاح بسکتبال مجارستان شناخته میشه و من اینجا به عنوان مدیر فنی دارم کار میکنم و 300 تا بازیکن داریم که این بازیکن‌ها زیر نظر 14 مربی کار میکنن و کارهای فنی اینا رو من نظارت میکنم و من به اصطلاح کارهای فنیشون اعلام میکنم که چه کارهایی باید انجام بشه و این جوانای ما خیلی جوانای با استعدادی هستن. ما با تیم‌های بزرگ اروپا از جمله بارسلون، رئال مادرید خدمت شما عرض بکنم که تیم میلانو، تیم به اصطلاح سیبونای زاگرب، تیم پارتیزان بلگراد و تیمایی که توی یورولیگ هستن و دارن بسکتبال کار میکنن ما با اینا رابطه خیلی خوب داریم و از تجربیات اینا استفاده میکنیم، با هم تورنمنت بازی میکنیم و در این تورنمنت ها بازیکنامون رو پیشرفت میدیم و جلو میبریم. هدف اصلی ما توی این آکادمی بسکتبال پرورش بازیکنان جوونه. الان ما یه برنامه جدیدی رو به اصطلاح راه انداختیم که این برنامه تنها برای خدمت شما عرض کنم که بازیکنای مال خود مجارستان نیست. الان ما یه بازیکن از کنگو آوردیم که توی به اصطلاح آکادمی ما بسکتبال بازی میکنه و من خودم با آقای مشون شخصا صحبت کردم و تقاضا کردم و خواستم از ایشون که اگر که جوون با استعداد ایرانی توی ایران هستش، اگر که ما این کار رو میتونیم انجام بدیم چرا برای جوانان کشور خودمون انجام ندیم؟ چرا ما بریم از کنگو بازیکن بیاریم یا از آفریقا یا از خدمت شما از آمریکای جنوبی بازیکن بیاریم؟ ما میریم از ایران بازیکن میاریم، همون جور میتونیم اینا رو به اصطلاح اینجا پرورشش بدیم و بعد تحویل بسکتبال ایران. آقای ارمغانی همکنون بازیکن ایرانی در آکادمی شما هستن؟ نه خیر متاسفانه نیستش. این آکادمی رو ما به هر حال همونطور که خدمتتون گفتم چند 11 ساله که راه انداختیم و داریم کار میکنیم و من خودم همونطور که خدمتتون گفتم با آقای معشون صحبت کردم و گفتم که حتی آکادمی ما آماده است که روش آموزش بسکتبالی که ما اینجا داریم استفاده میکنیم، اون سیستمیه که ما برای آموزش بسکتبال در اینجا استفاده میکنیم، حتی سیستم استعدادیابیمون و همه اون چیزهایی که ما اینجا به اصطلاح داریم و باش کار میکنیم در اختیار بسکتبال ایران بذاریم، بیایم اونجا با هم همکاری بکنیم، جوانای با استعداد ایرانی رو استعدادیابی بکنیم، اونها رو بیاریم به اینجا به مجارستان باهاشون کار بکنیم 1-2 سال. اگر احتیاج باشه بدیم به تیم‌های خیلی قوی‌تر مثل تیم بارسلون، تیم رئال مادرید. همونطور که خدمتتون گفتم رابطه‌های خیلی خوبی ما با این تیم‌ها داریم و بعد این بازیکن‌ها در کنارش برگردن به ایران و برای تیم‌های ملی ایران بازی بکنن و افتخار آفرینی بکنن. انشالله. آقای ارمغانی خیلی خوشحال هستم که شما در سطح اروپا در آکادمی هایی هستید که میتونید منشأ باشید برای جوانای ما. ما این قول از شما میگیریم و این قول هم به شما میدیم که برنامه صدای ورزش رسالتش اینه که هم از وضعیت ورزش ایران
به راحتی گفتگو بکنیم در موردش و با اون محدودیت هایی که در رسانه ما هست نمیتونیم بهش بپردازیم. هدف ما کمک به ورزش هست، تخریب نیست و امیدوارم که یه روزی این قول به شما میدیم برنامه صدای ورزش از نزدیک هم میاد با حضرت علی مصاحبه‌ای میگیریم و هم یه گزارشی از این آکادمی تهیه میکنیم که بیشتر خانواده ها، جوون ها و کسانی که اصلا خودشون شخصا دوست دارن در این آکادمی شما شرایطشو اصلا ببینیم به چه صورت هست که اعلام بکنیم از طریق این برنامه که بیان در چنین آکادمی هایی و بازیکنان ما از لحاظ استاندارد بین‌المللی و با اون متدای خوب روز دنیا در رشته بسکتبال بتونن به جامعه بسکتبال ما بیشتر کمک بکنه. از شما خیلی ممنونم که این وقتو در اختیار ما گذاشتین. میدونم خسته بودی، از تمرین برگشتی. تشکر میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی و خصوصا در فواصل مسابقات جام جهانی بسکتبال بیشتر در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون. اگه صحبت پایانی هست در خدمت شما هستیم. منم خیلی ممنونم از لطفی که شما به من داشتین اول برنامه. به هر حال من وظیفه‌ام بوده و من واقعا آرزوم اینه که بتونم که هر طوری که شده، حتی اگر که من اینو بارها گفتم، حتی اگر شده که حوله‌ای دست بازیکنان خوب ایران بدم و در هر صورت به هر شکلی که بتونم به بسکتبال ایران این آرزوی ماست، آرزوی منه و تمام انرژیمو و نیرومو برای میذارم که ایران و بسکتبال ایران همیشه مفتخر و همیشه پیروز باشه. درود بر شما. ما هم آرزوی موفقیت میکنیم تا برنامه‌های بعدی که در خدمت شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. قربان شما، خیلی ممنون. همونطور که دیدید بسکتبال رو با آقای ارمغانی، یکی از مربیان صاحب نام با فکر و با دانش و آکادمیک ایران که از نوابغ بسکتبال ما هستن بودیم. با هم میریم یک گزارشی که آقای روحانی، دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمون در جمع ورزشکاران حاضر شدن، با هم این گزارش رو میبینیم تا با قسمت بعدی برنامه در خدمت شما باشیم. در مراسمی تمام ورزشی ورزش کردن رئیس جمهور هم خودش یک سوال بود. آقای رئیس جمهور این روزا میرسید ورزش کنید؟ هر وقت ما برسیم به هر حال هم دیدن ورزش هم انجام ورزش، هر دوش به هر حال اون یکی برای روح انسان مفیده، یکی برای جسم. به کدوم ورزش بیشتر علاقه دارید شما؟ من البته خودم عملاً که به شنا و کوه خیلی علاقه دارم، ولی در دیدن همه ورزش‌ها. و از فوتبال خبر میرسه که کیروش انگار موندنی شد. بله، ما در واقع باشون یه صحبت تفاهم کردیم و ایشون هم قبول کردن که یه در واقع سرمربیگری تیم ملی رو ادامه بدن. والیبال این بار در فکر قهرمانی جهانه. ان شاءالله مصدومامون هم برسن به بازی‌ها، هم شهرام محمودی هم حمزه به تیم برسن که بتونیم با آمادگی بهتری در قهرمانی جهان و از همونجا مستقیم به این جهان. حالا مشهون و بسکتبالیست‌ها. بسکتبال قراره چیکار کنه تو بازی‌های آسیایی؟ به واسه جایزه آسیایی که خوب آوردن و دستشون در به واسه جایزه بگیره. بهترین بچه‌ها هر کاری بتونن میکنن. من قرارداداشون لو بدم، اینا زیر 500 600 میلیون نمیگیرن خوبای بسکتبال. من والا آقای حدادی ممنونم. حاجی ناطق، همونی که 3 دهه هست رئیس بوکسه. خودتون خوب میرسیم به بچه‌ها دیگه، حقوقاشون عقب افتاده بود آقا. افتاد دیگه، بالاخره با تنگ و دندون یه کاری کردیم تامین کردیم دیگه. کاپیتان ما در برزیل میخواست فوتبالی حرف نزنه. هستیم در خدمت شما. استراحت. خب برنامه فوتبالی چی شد؟ به کجا رسید تیم و قرار؟ به سوال فوتبالی نمیخوای فعلا نه. آقای نبی چه خبر؟ خوبه دیگه، ماه مبارکه. حالا تا بعد از افطار دیگه نمیشه دروغ گفت، افطار تموم شد. انقدر فوتبال پشت پرده نمیشه راستاشو گفت. آره دیگه. بچه‌های با صفای ورزشمون هم دیشب بودن. این بازی‌های پاراسیایی هم سلام. به امید خدا عرض بده. قول میدم که ان شاءالله با مدال طلا برگردم. اینو یه حقیقتیه، با جیب خالی به سختی میشه تمرین کرد و نمیشه به خوبی تمرین کرد. دغدغه ورزشکارا رو امروز حالا شنیدید حدودیشو. چه برنامه‌ای خواهد داشت دولت برای حمایت بیشتر ان شاءالله؟ دولت از ابتدا در حد توانش هم در بودجه و هم در سایر کمک‌ها همیشه در صحنه ورزش رو به عنوان یکی از اولویت‌ها مد نظر قرار داده. باز هم این چنین خواهد بود انشالله. هرچه ما انشالله وضع بودجه‌ای کشور بهتر بشه، انشالله سهم بیشتری هم به ورزش خواهد رسید. انشالله این دو همینطور که دیدید آقای دکتر حسن روحانی در جمع ورزشکاران حاضر شدن، رؤسای فدراسیون‌ها، بازیکن‌ها، همه هر ساله این سنت حسنه رؤسای جمهور
ایران هست که با ورزشکاران نشستی میذارن و بی‌نصیب نمیذارن. امیدوارم که در دوره دولت آقای روحانی ورزشکاران ما بتونن بیشتر بهشون برسن. بازی‌های آسیایی داریم، مسابقات جام جهانی فوتبال داشتیم که تمام شد به حق. دولت خیلی کمک خوبی کرد برای فوتبال، اما امیدوارم که برای بسکتبال، برای هندبال، برای والیبال هم این بودجه همچنان تکرار بشه و کمک بیشتری بکن. بازی‌های آسیایی داریم و خب دوره گذشته مقام 4م رو کسب کردیم. امیدوارم در این دوره از رقابتان بتونیم نتیجه بگیریم. مسابقات هندبال قرعه کشی هم شده، میخوایم کوتاه راجبش صحبت بکنیم. اتفاقات زیادی در هندبال ایران افتاده. متاسفانه 7 تا از بازیکنان تیم ملی به دلیل اختلافات پشت پرده در زمان آقای جلال کوزیگری، داوود توکلی رئیس کمیته داوران آسیا، آقای ماجیک مربی که تونست این تیمو به مسابقات جام جهانی فوتبال هدایت بکنه، واقعا خب همه ناراحت شدن. بازیکنان تیم سامن مشهد که اسپانسر تیم ملی هندبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی هم بودن، کلا اصلا به دلیل اینکه مربیشون هم که به همراه این تیم به عنوان سومی دست پیدا کرد و جواز حضور در این مسابقات هم کسب کرد، ناراحت بودن، نتونستن جواز حضور پیدا بکنن و خب خیلی ها ناراحت بودن. کمیته انضباطی تشکیل شده. این بازیکن‌ها قرار شده آقای سرپرست حال حاضر آقای دکتر نصیری اعلام کردن که ما دنبال این نیستیم که ستاره داشته باشیم. خب برادران استکی، بازیکنان دیگه خوبی هستن مثل آقای حیدرپور، میلاد مسائلی، هادی طالبی، سجاد و الله‌کرم استکی، سعید برخورداری، اینا بازیکنان واقعا سطح اول اروپایی هم هستن، یعنی بازیکنان بسیار خوبی هستن. امیدوار هستم که یک بحثی پیش بیاد، اینا نباید به این صورت باشن، رو در روی هم قرار بگیرن. واقعا خب شیطنت هایی هم در این گوشه کنار میشه. بزرگان ورزش هندبال باید اینا بیان در کنار همدیگه این فضا رو دوست بکنن، چون سال جام جهانی، سال بازی‌های آسیایی، این بازیکن‌ها واقعا میتونن هر کدوم نتیجه مسابقات رقم بزنن. ما در بازی‌های دوره گذشته همین برادران استیکی از اصفهان واقعا بی‌نظیر ظاهر شدن و سطح هندبال اینا از سطح آسیا فراتر رفته. کره‌ای‌ها که همه هندبالشون خوبه و هندبال آسیا اینا رو پذیرفته. ما اگر در این دوره از رقابت‌ها هم که انتخابی بود خوب ظاهر می‌شدیم، واقعا یک حاشیه‌های تیم رو کنار می‌زدیم، عنوان قهرمانی دور از دسترس نبود و بهترین سالی بود. چون این بچه‌ها من از نزدیک باشون کار کردم، میدونم از نوجوانان اومدن بالا کار کردن، جوانان قهرمان شدن، نوجوانان سوم شدن و برای اولین بار اینا تونستن عنوانهای خوبی به دست بیارن. امیدوارم که مسئولان و سرپرست جدید فدراسیون هندبال بتونه اینا رو شکل بگیره. خب اینا بحثشون اینه که آقای ماجیک دوره گذشته به خاطر پول تیم ملی در اوج گذاشت رفت برای قطر. از رئیس فدراسیون وقت پرسیده بودن که علتش چی هست که ایشون رفته، تیم ما رو که دوم آسیا کرده برای اولین بار. خب ما دیدیم که واقعا اینا جوابشون این بود که ماجیک به خاطر پول رفته. حالا اینا میگن ماجیک برای چی برگشته وقتی که رافائل اومده این تیمو به جام جهانی برای اولین بار برده. در کنارش ما میبینیم که خب حق با اینا از یه طرف هم هست که خب وقتی رافائل این تیمو به جام جهانی با این بازیکن‌ها برده، ماجیک میگن وقتی برگشته میبینن که تیم‌های به 32 تیمی که در جام جهانی حضور پیدا میکنن این مربی دیده میشن و تیم‌های دیگه اینا رو بیشتر میخرن بعد از مسابقات جام جهانی و میاد از افتخارش استفاده میکنه. اما در کنار دیگه هم نباید از این بگذاریم که بازیکن سالاری باید احترام به فدراسیون هندبال گذاشته بشه. این بازیکنان هم باید حدود اختیارات خودشون رو تایید بکنن. نباید بازیکن‌ها بیان برای فدراسیون تعیین تکلیف بکنن و بگن ما تعیین میکنیم کی باشه یا کی نباشه. امیدوارم این قضیه ختم به خیر بشه و ما بتونیم در مسابقات مختلف آسیایی و همچنین مسابقات جهانی نتیجه خوبی بگیریم. ما میزبان مسابقات جوانان آسیا هم هستیم که با حضور 12 تیم برگزار میشه. تیم ما با ژاپن، بحرین، عراق، ازبکستان، ماکائو، سوریه، عمان هم گروه هست. امیدوارم که از میزبانی تبریزی‌ها بتونیم استفاده بکنیم. قطعاً تبریز شهری هست که پتانسیل‌های خوبی داره برای پیشرفت و امیدواریم در این دوره از رقابت‌ها ما نتیجه خوبی بگیریم. مسابقات جام جهانی هم قرعه کشی شده. تیم ما با تونس، اتریش، بوسنی، کرواسی، مقدونیه هم گروه شدیم. همه این تیم‌های خوبی هستن. تیم‌های آفریقایی همیشه برای تیم‌های اروپایی هم دردسر بودن و ما امیدوار هستیم با توجه به اینکه آسیا میزبان رقابت‌ها هست و
در دوحه هم برگزار میشه در سال 2015 از حالا ترفند ایجاد بشه، آشتی ملی در بحث فدراسیون هندبال اعلام بشه، آقای نصیری به همراه همکاراشون یک همت ملی بکنن و این بازیکنان رو با مربیشون آشتی بدن. دو طرف حق دارن، دو طرف هم گلایه دارن، باید یه جا جمع بشن این مسائل حل بشه که این اتفاق نیفته. سازمان تربیت قطعا حمایت خودش رو از خود نصیری اعلام کرده. در هر صورت این اتفاقات در هندبال هست. داوود توکلی باید کمتر تو حاشیه بره، چون ما امیدواریم که هندبال ما روز به روز پیشرفت بیشتری بکنن. برای اینکه قسمت بعدی برنامه رو ببینیم با هم بریم یک گزارش کوتاهی رو می‌بینیم، برمیگردیم با قسمت پایانی و در خدمت یکی از کارشناسان خوب رشته‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم خواهیم بود. با هم بریم این گزارش رو ببینیم تا شما هم بدونید که ما می‌خوایم در مورد چه رشته‌ای صحبت کنیم. افشانی رو با هم می‌بینیم به پاس پیروزی کشورمون، به پاس کسب جام جهانی در رشته فرنگی با هم می‌بینیم. شادمانی تماشاگران رو شاد باشید هموطنان عزیز. افتخار آفرینی جلوه‌مردان کشورمون در آوردگاه مسابقات جام جهانی بسیار با ارزش هست و جشن می‌گیرن. جلوه‌مردانمون مسئولین کشورمون هم حضور دارن. معاون اول ریاست محترم جمهوری آقای جهانگیری هم حضور دارن در سالن و آقای لالویچ و اکثر مقامات کشورمان حضور دارن در سالن و به همشون خوش آمدید. علیرضا دبیر قهرمان المپیک هم حضور داره به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران است و میخوام سکوت کنم. طور که دیدید که فینال مسابقات کشتی بود، جام جهانی و استقبال خوب تماشاگران و بحث امروز ما تحلیل فدراسیون کشتی، مسابقات پیش رو و اتفاقاتی که در فدراسیون کشتی هست. به همین خاطر میریم به ترکیه و با کارشناس و کسی که واقعا یکی از فعالین حوزه کشتی هست، آرش سروندی. آقای سروندی خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. خوش اومدی به برنامه صدای ورزش. درود بر شما آقای دکتر. همچنین عرض سلام و احترام دارم به همه بینندگان عزیز برنامه صدای ورزش و تلویزیون رها. در خدمت شما هستم. آقای سروندی خیلی خوشحال هستیم شما فعال اکتیو در عرصه رسانه و ورزش و پیگیری هایی که داری با امکاناتی که واقعا در اختیار داری در ترکیه جای تقدیر داره که این همه فعال و پرکار هستید. ما خودم شخصا به عنوان یک ورزشی از فعالیت ها و این همه پیگیری های خوب شما تشکر و تقدیر میکنیم. میریم به سراغ اولین سوال برنامه که در خدمت شما داشته باشیم. ما می‌خواستیم بدونیم اصلا اتفاقاتی که آقای بنا در کشتی فرهنگی افتاد، درگیری هایی که در فدراسیون هست. من خیلی از دوستانم میگفتن فدراسیون انقدر اختلافات توش هست اصلا مثل چی میگن، یعنی دنبال یه جرقه میگردن، یعنی اگر یک اتفاقی در مسابقاتی نتیجه نگیرن دهن باز میشه، اتفاقات به سوی چیز میره، میگن دیکتاتوری در فدراسیون حاکم شده. می‌خواستیم نظر شما رو اصلا در این خصوص بدونیم. سپاسگزارم از شما دکتر. ببینید در رابطه با حال و هوای این روزهای فدراسیون کشتی من یک به یک اشخاص رو حالا در خصوصشون صحبت میکنم و جمع بحثشون رو میبندم. از رسول خادم شروع میکنم. حضور رسول خادم در فدراسیون کشتی ایران به عنوان رئیس این به یکی از بهترین حضورها میتونست باشه برای کشتی ایران. به چه شرطی؟ به شرطی که ایشون زمانی که اومد سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاده بر عهده گرفت، خیلی اومدن نوشتن انتقاد کردن که مگر میشه رئیس فدراسیون خودش سرمربی تیم ملی هم بشه. اما بنده خودم از معدود افرادی بودم که به این مسئله هیچ موقع اعتراض نکردم و شکوایی یا حتی انتقادی نداشتم به این موضوع که عیب نداره رئیس فدراسیون هم سرمربی باشه. اما در همون موقع هم صحبتایی که میشد و من چند باری هم نوشتم که رسول خادم با تعدد پست های مختلف کارش به مشکل خواهد برخورد. یعنی به صورتی میشه اگر ایشون بخواد به رده های سنی مختلف، رشته کشتی فرنگی، درآمدزایی، مدیریت فدراسیون، کمیته انضباطی، کمیته داوران، اسپانسری، اگر رسول خادم به همه اینا بخواد وارد بشه در همون موقع من گفتم که به مشکل برمیخوره و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. ولی اگر رسول خادم رو ما به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران همین الان بهش نگاه کنیم، بیشک میتونم بهتون بگم که یکی از بهترین سرمربیان نه تنها ایران، دنیا رو تیم ملی کشتی آزاد ایران داره
و قطعا در رقابت‌های بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی پیش رو هم در تیم ملی کشتی آزاد ایران به نتیجه خواهیم رسید. اما اگر بپردازیم به مشکلات و حاشیه‌ای که ازش یاد بردید، یک مثالی در بین خانواده کشتی و کشتیگران هست که میگن مدال گرفتن خیلی کار سختیه، اما نگه داشتن اون عنوان و مدال سخت‌تر از اونه. من این مثال رو میتونم بیارم در رابطه با مدیریت فدراسیون کشتی. آوردن همه قهرمان‌ها، حسن رنگدست، علیرضا حیدری، علیرضا رضایی. شما ببینید الان کشتی ایران هر آنچه که ستاره داشته در دهه گذشته رو جمع‌آوری کرده در فدراسیون رسول خالد. این کار بسیار خوب و پسندیده‌ای است و جای تقدیر داره. اما مشکل اونجایی به وجود میاد که نشه این افراد رو در کنار هم مدیریت کرد تا اینطور حاشیه‌ها به وجود نیاد. درگیری‌های بین علیرضا حیدری به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی الان با رسول خادم در دل فدراسیون کشتی در آستانه رقابت‌های مختلف بسیار حساس برای ورزش اول ایران به وجود اومده، فقط به خاطر اینکه رسول خادم برادر خودش امیررضا خادم رو به فدراسیون جهانی کشتی فیلا معرفی کرده که ایشون بشه عضو هیئت رئیسه یا مثلا عضو یکی از اعضای فیلا. علیرضا حیدری انتقاد کرده که چرا من رو معرفی نکردید و در مسابقاتی که حالا به عنوان نوجوانان جهان داشته برگزار می‌شده اونجا علیرضا حیدری یک خبر رو مخابره میکنه که کشتی ایران داشته تعلیق می‌شده و من جلوش رو گرفتم. دورستگی و حاشیه ایجاد شده به خاطر اینکه این افراد و این قهرمان‌ها که هر کدومشون به قول دوستان ورزشی نویس یک تیم هستن برای خودشون، هیچ موقع نتونست این مدیریت انجام بشه. اما از این موضوع هم که برگردیم میرسیم به بحث محمد بنا. زمانی که رسول خادم از طرف وزیر محترم ورزش آقای گودرزی که بنده بارها هم گفتم و باز هم اینو حتما اشاره میکنم بهش که آقای گودرزی به عقیده اصلا در سطح مدیریت ورزش ایران به عنوان وزیر نیستن متاسفانه و این نظر شخصی بنده است که حالا در برنامه‌های بعدی اگر فرصت بشه دلایلش هم خدمتتون عرض میکنم. اما از زمانی که آقای گودرزی رسول خادم رو به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی ایران منصوب کردن، رسول خادم در اولین گام خودش رفت به سراغ محمد بنا. محمد بنایی که بعد از المپیک لندن با وجود کسب 3 مدال طلا در کشتی فرنگی از فدراسیون آقای خطیب استعفا کرده بود و رفته بود و در مسابقات جهانی سال 2013 هم مسئولیت تیم ملی کشتی فرنگی رو بر عهده نداشت و آقای چوندگلی جایگزین ایشون شده بود. رسول خادم در اولین قدم خودش رفت به دنبال محمد بنا و محمد بنا رو آورد در تیم ملی کشتی فرنگی. این اتفاق خیلی اتفاقات میمون و مبارکی بود و خیلی اتفاقات خوبی بود برای جامعه کشتی. اما مشکلش همینجا بود که رسول خادم روزی که محمد بنا رو آورد در کشتی فرنگی به او گفت که من به تو اختیار تام میدم. اختیار تام یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که در رابطه با کشتی فرنگی اتفاق خواهد افتاد، هر نفراتی که لازم هست شما خودت باید رو انتخاب کنی و خودت بیاری به کادر خودت. اما رسول خادم کارو نکرد. برخلاف وعده‌هایی که داده بود به محمد بنا اومد کارهای دیگری رو انجام داد. سرمربی برای رده‌های پایه خود رسول خادم انتخاب کرد. مربی تحمیلی رو داد به محمد بنا. سرپرستی رو برای محمد بنا انتخاب کرد آقای بابک که اینها 20 و چند ساله اصلا با هم درگیری‌ها و اختلافات شخصی دارن از زمانی که کشتی می‌گرفتن و حتی اصلا رابطه دوستانه خوبی هم با هم ندارن. شما وقتی که یک محمد بنا رو میاری قرار میدی و این افراد هم در کنار محمد بنا قرار میدی، یک تشبیه بیشتری نداره. یک چیزی آقای سروندی، من در تایید حرف شما دنیا آقای بنا رو پذیرفته به عنوان یک مربی آکادمیک، به عنوان کسی که واقعا همه کار برای چیز کرده. یعنی باید خیلی خوشحال باشن که اصلا ساختار تیم‌های مختلف، من نمیگم کمیته فنی نباشه، من نمیگم انتخابی وجود نداشته باشه، ولی این قضیه‌ای که وجود داره، اختلاف دیرینه حسن بابک و آقای بنا، از قبل هم اهالی کشتی میدونستن که اینا به مشکل میخورن، ولی با این شرایط ما جدا از اینکه آقای بنا رو از دست دادیم، آقای خیرآبادی از دست دادیم، دیگران رو از دست دادیم و بخش کشتی فرنگی واقعا دچار یک مشکلات فراوانی شد و این به این زودی‌ها حالا مشکل داره. ما نمیگیم که فقط آقای بنا وجود داشته باشه، اما ای کاش فدراسیون کشتی یه جور دیگه برخورد میکرد و
آقای بنام میتونستیم از استفاده بکنیم، حداقل در بخش آکادمیک ایشون میتونست برای رده های پایه ما خیلی موثر باشن. اما سوال بعدی این است آقای سروندی، ریشه این همه دوپینگ، ریشه این همه بحث هایی که در ورزش کشتی از سالیان دور بوده، فدراسیون پزشکی ورزشی، کمیته پزشکی، ما حتی آقای اگه اسمش یادم رفته در فیلا هم نایب رئیس داشتیم، آقای دکتر شادگان بود، نمیدونم کی بود که عضو توکل بودن. بله دکتر توکل داشتیم، حتی تو کمیته دوپینگ هم داشتیم. علتش چی از این مشکلات داریم؟ بله دوپینگ آقای دکتر الان در ورزش ایران اگر ما همین چند ماه اخیر رو نگاه کنیم، دوچرخه سواری که از خانم هامون که ایرانی هستن در رقابت‌های قزاقستان دوپینگشون مثبت اعلام شده. پارالمپیک ما ورزشکاری رو داشتیم دوپینگش مثبت اعلام شده، در کشتی هم داشتیم. یعنی دوپینگ الان در ورزش ایران یک اتفاق و یک حادثه فراگیر شده، نه تنها در بحث کشتی، در اشیاء دیگه. وزن مردی که شما خودتون مستحضر هستید، سالهاست در ورزش هستید، تحصیلات آکادمیک رو داشتید، در ورزشی رو تجربه کردید. وزن برداری ما هم که اصلا از دوپینگ دیگه سر به فلک گذاشته واقعا اتفاقاتش. اما من این رو دلیلش رو چی میدونم؟ ببینید زمانی که آقای دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش معرفی شد، دولت آقای روحانی با این صحبت که بدهی‌ها در دولت قبلی بسیار زیاد بوده، نتونست بودجه خوبی رو از مجلس برای ورزش ایران بگیره. این صحبتی است که بوده و الان هم هست. یعنی وزارت ورزش ایران در این دوره با رکود اقتصادی روبروه و منابع مالی کمی رو داره برای انتقال دادن به فدراسیون‌ها. این یکی از بزرگترین دلایل میتونه باشه در بحث دوپینگ کشتیگیری. چرا؟ عرض می‌کنم خدمتتون الان که ما اگر نگاه کنیم تمام فدراسیون‌های ورزشی دنیا، تمام باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا، ورزش حرفه‌ای دنیا یک موضوع بسیار جالب رو دارن، این که مکمل‌های ورزشی، پروتئین‌ها، داروها، اسمش نمیذارن دارو چون میشه پزشکی، من با همون مکمل‌ها بسنده میکنم. مکمل‌های ورزشی رو جزئی از تمرینات ورزشکار میدونم و این چیزی هست که باید باشه، نباید یا شاید نداره. باید مکمل برای یک ورزشکار حرفه‌ای باشه، حتی اگر پینگ پونگ باز باشه، حتی در هر رشته مختلفی که باشه. حالا ورزشکارای ما هم میان به رده تیم ملی میرسن، در رده مسابقات جهانی آسیایی قرار میگیرن. خب اینا دیدن در خارج از ایران، اینا در تلویزیون نگاه میکنن، در اینترنت میبینن، میدونن که بدن اینها به مکمل نیاز داره. اما فرقش چیه که دوپینگ در ایران اتفاق میفته؟ در تمام دنیا بودجه و فدراسیون ورزشی دارن، پزشکی رو دارن، محصولی دارن، فرد تحصیل کرده رو در این زمینه با تخصص خاص دارن. این آدم میاد ورزشکار رو میبینه، مکمل مورد نظر رو انتخاب میکنه، فدراسیون میره و مکمل رو با هزینه خودش سالم تهیه میکنه و در اختیار ورزشکار قرار میده. سروندی ما ورزش اولمون کشتی هست، ما مربی، بازیکن اصلا صادر میکنیم دنیا، سبک داریم تو رشته هم فرنگی هم آزاد و خیلی بده که ما با محرومیت تهدید بشیم، محروممون کنن بازیکنان ما با این همه کشتیگیرای خیلی حرفه‌ای و این همه واقعا کشتیگیرای ما. اصلا چقدر ما کشتیگیر داریم در سطح ایران، یعنی بیاد با این وضع آخه کلاس‌های آموزشی، آگاه سازی، کلاس‌های توجیهی برای مربیان یه جوری برخورد میکنن که ما اصلا اینترنت هم نداریم. آخه مگه میشه همچین چیزی با این شرایط؟ آقای دکتر این صحبت تعلیق که صحبت شده از دوپینگ به خاطر میگم این صحبت تعلیق صحبتی بود که علیرضا حیدری به دلیل داشتن مشکلات با رسول خادم یه حاشیه‌ای رو به فدراسیون کشتی و یه شوکی رو وارد کرد و گفت من به عنوان نایب رئیس نذاشتم این تعلیق اتفاق بیفته. در تمام دنیا هیچ فدراسیونی به خاطر یک دوپینگ که تعلیق نمی‌کنن، این یه چیز مشخصی است. در رابطه با دوپینگ کشتیگیری‌ها هم که دوپینگ در کشتی اتفاق افتاده قبل‌ها هم، اما الان چرا میاد تو چشم؟ چون دو تا قهرمان جهان ما در 2 سال پیاپی، امیر علیاکبری و طالب نعمت‌پور که قهرمان جهان هستن، امید ما برای بازی‌های آسیایی، برای المپیک 2016 بعدی هستن برای طلا گرفتن، اینا میان محروم میشن برای 2 سال. و خیلی بده. بله این که چرا اینها به این وابسته میشن؟ به خاطر اینکه با هزینه شخصی خودشون میرن وارد بازار سیاه میشن، بازار خصوصی میشن. یک فرش اندامکار که هیچ تحصیلات آکادمیکی رو، هیچ تحصیلاتی رو در زمینه پودرا و مکمل ها نداره، میرن اون رو به عنوان مربی، به عنوان کسی که سررشی داره از نظراتش استفاده میکنن،
مکملی رو میخرن که این مکمل غیر قانونیه و توش استروئید داره، آنابولیک داره و مواد مختلف رو داره. اینو میاره ورزشکار میخوره و قولش هم از اون طرف گرفته از و اصلا کسی هم نمیتونه و نظارتی هم نیست برای اینکه یه تنفسی هم به آقای سروندی بدیم. انقدر صحبتات شیوا و رسا و دوست داشتنی است، اصلا آدم دوست داره اصلا کلا 1 ساعت برنامه رو با آقای سروندی صحبت بکنه با هم، برای اینکه یه تنفسی هم شما بگیرید و میریم یه گزارش کوتاهی میبینیم، برمیگردیم با آقای سروندی جمع‌بندی موضوع کشتی و پایان بخش برنامه رو خواهیم دید. بریم برمیگردیم. Gully. How's the wind? Good, dude. You're chilling. 3 to 5. Get some speed on there. Oh. You got this? I didn't like the wind. Whoa. چقدر این صحنه‌ها زیباست واقعا. بعضی صحنه‌ها رو آدم می‌بینه آدم دلش میخواد خودش در اون شرایط قرار بگیره. البته خودم میترسم. بریم با آقای سروندی بخش پایانی و سوال پایانی رو بپرسم. آقای سروندی، با توجه به اتفاقی که در این بحث دوپینگ و این اختلافات و این صحبت‌ها شد، به نظر شما مشکل ایجاد نمی‌کنه برای بازی‌های آسیایی؟ ما میتونیم امیدوار باشیم که نتیجه خوبی بگیریم؟ آقای دکتر، بنده متاسفانه باید بگم الان 2 نفر از بهترینای کشتی فرنگی که میتونستم یقین بگم، یعنی پیش بینی کنم، به یقین بگم، به قول دوستان بنویسم امضا کنم که میتونستن در بازی‌های آسیایی مدال طلا بگیرن و ما در ترکیب اون نداریم. میرم که پارسال محروم شد برای مادام العمر و طالب نعمتپور که ماه گذشته محروم شد. این بزرگترین صدمه برای کشتی فرنگی. از اون بزرگتر نداشتن محمد بناست. شاید از الان جواب مسئولین فدراسیون در رابطه با شکست احتمالی کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی این باشه که تغییر قوانین در کشتی فرنگی منجر بر این شد تا اینها نتونن نتیجه بگیرن. اما به واقع از موضوع این نیست. اگر اینجا در بازی‌های آسیایی در رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی نتونه نتیجه بگیره، قطع به یقین باید دونست که حضور نداشتن محمد بنا دلیل اصلی این موضوع بود. هر چند که ما اگر بخوایم به صورت علمی و حالا کارشناسی کشتی نگاه کنیم، تغییر اوزان در کشتی فرنگی و قوانین همچین بدون نفع و سود کشتی ایران نبوده که اینطور بخوایم بگیم. حمید سوریان الان اومده تو وزنی که به بدنش میخوره و راه افتاده. سعید عبدالودی به همین شکل، یعنی اوزان یه جوری شد که کشتیگیرای ما مثل حمید سوریانی ها بدناشون به وزنهای جدید با تغییرات میخوره و اینا میتونه مثبت باشه. اما من پیش بینی میکنم که متاسفانه نتونیم اونطور که باید موفق باشیم و این موفق نبودن هم من فقط میذارم به حساب نبودن محمد بنا، چون ایشون رو من قبول دارم به عنوان یک روانشناس کاربلد که تمام بدنه کشتی فرنگی ایران رو و روح روان کشتیگیری خودش رو
میشناسه. بله درسته، نه کاملا حق با شماست. مدیریت ایشون در فواصل صحبتایی که شما میفرمودید ما یه گوشه‌هایی از کشتی پاجوخه و اون کشتی قدیمی و اون حالتهای قدیمی، ما فقط کوتاه 30 ثانیه وقت داریم که میخوام یه سوال کوتاه بپرسم که امروز در خبرها هم دیدم که مسابقات کشتی ساحلی برگزار شد. اینم یه ایده جدیدی هست، میخواستم در حد 30 ثانیه نظر شما رو بدونم. مثلا این قشنگ هست، اصلا یه حرکت یا همون ورزش سنتی ماست؟ به چه شکل است این قضیه؟ کشتی ساحلی همون کشتی مازندرانی از لوچو برگزار میشه در مازندران و حالا در مشهد هم این کشتی ها برگزار میشه. خیلی هم طرفداران زیادی داره که حالا جوایز هم داره، جوایز روستایی مثلا حیوانات چهارپایانه میارن جایزه میدن یا قالی جایزه میدن، از این جور مسائل. اما طرفداراش واقعا زیاده. در مشهد اگر فیلماشو دوستان دارن میذارن، داریم میبینیم چقدر علاقمند دارن، چقدر طرفدار دارن. بله این کشتی‌ها در ترکیه هم کشور ترکیه هم هست که روغن به بدنشون میزنن اینا و وارد میدان مسابقه میشن، کشتی میگیرن. هر کشوری خودش رو اینو به فراتر و اصلا مناطق مختلف خودشون دارن. کشتی هم که اصلا اسمش رو ببینین از یونان، این یک کمربندی است که اسم کشتی یک کمربندی بوده که در زمان یونان باستان پهلوونا اون موقع دور کمرشون می‌بستن و یک بند داشته و اونایی که می‌خواستن با هم گلاویز بشن اون کمربند که اسمش کشتی بوده رو می‌بستن و از اونجا اسم کشتی موند روی این رشته ورزشی. در حال کار قشنگه. ساحلی هم فکر نمی‌کنم زیاد بشه در مثلا رده جهانی اون رو بزرگ. درود بر شما آقای سروندی. من خیلی خوشحالم که امشبم در خدمت شما بودم و امیدوارم بازم با کشتی اینقدر اتفاقات زیاده در کشتی که در خدمت شما باشیم. از اینکه با ما بودید خیلی سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. من هم شما رو، همچنین بیننده‌های عزیزمون رو و همچنین همکاران زحمتکش در تلویزیون رها رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار تا اینکه فرصتی بشه دوباره در خدمت شما باشم. خدا نگهدار. خیلی ممنون، متشکرم. همونطور که دیدید با آقای سروندی بودیم، آقای ارمغانی هم که از نبوغ ورزش ما در رشته بسکتبال. آقای سروندی خوش صحبت هستن، اصلا آدم دوست داره که از دوستان یه ساعت دیگه وقت بگیره باهاش صحبت کنه. اینقدر اطلاعات کشتی زیاده. از همه شما تشکر میکنم. همونطور که در زیرنویس هم دیدید بخش ما در فیسبوک هم فعال شده، به فیسبوک ما سر بذارید، از آخرین اخبار ورزشی هم دیدن کنید. برنامه‌های ما لینکش در اونجا وجود داره. از همه شما تشکر میکنم که بازم با ما بودید. امیدوارم که روز به روز برنامه‌های ما بهتر بشه. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.